میدونی پیغمبر خاتم فرمود اگر پدری و مادری یه نگاه با محبت به دخترش بکنه، یه بوسه به پدر مادر به دخترش بزنه، ثواب یه نگاه با محبت و یه بوسه پدر مادر به دخترش چیه؟ گفت چیه؟ گفتم پیغمبر خاتم فرمود 100,000 حجة مبروره و مقبوله. 100,000 حج قبول شده برای هر یه بوسه، برای هر یه نگاه. شما اگر بخوای عمره رو حساب کنی با پول و با مال، ببین چقدر میشه. میدونید پیغمبر خاتم فرمود پسر نعمت است، دختر رحمت است. و میدونی سوال کرد یا رسول الله فرق رحمت با نعمت چیه؟ فرمود روز قیامت قرآن میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. همتون رو به صف میکنیم، نعمتایی که بهتون دادیم و ازتون بازخواست میکنیم. تو روایات 11 چیز نعمت هست، یکیش پسره. پرسید یا رسول الله و چرا دختر رحمت؟ رحمت چیه؟ فرمود رحمت جایزه ویژه خداست به بنده‌اش. میدونید پیغمبر خاتم رو گفتن ابتر مقطوع نسل. خدا یک دختر داد به خاتم انبیا، یه سوره برای اون نازل کرد که کلمه به کلمه این سوره کوثر تو کل قرآن نیست. زیباترین واژه برای ما مردا رو کره زمین لفظ باباست، به خصوص وقتی آدم دختر دار میشه. من معتقدم اگر خدا به یه پدری 100 تا پسر بده هنوز بابا نشده. دختر که خدا بهش میده میفهمه پدر بودن یعنی. فرق دختر و پسر اینه، وقتی دختر آدم زنگ میزنه میگه بابایی کی میای، ولی پسر وقتی زنگ میزنه میگه بابا چیچی برام خریده. دختر تمامی عاطفه است. من معتقدم 4 بانو یک مرد رو میتونن کاملش کنن: 1 مادر، 2 خواهر، 3 همسر، 4 دختر. لذا اگر کسی مادر داره، خواهر داره، زنم داره اما دختر نداره، 3/4 شخصیتش